بله سلام علیکم بفرمایید. سلام علیکم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. شب بخیر. شب شما بخیر. عرض میکنم که آیا انصاری فرمودی که راجع به کلیپ که حضرت آیت الله پروفسور قزوینی فرمودن شما مسخره کردید و این نیست. حالا من میخوام جواب بدم 1 دقیقه. فقط ببینید تو حرف من نپرید. من 5 دقیقه نه 1 دقیقه من جواب میدم. منتظر میشم که فرمایش شما رو بشنوم. خوبه. در مورد ذهبی میخواید صحبت بکنید که ایشون دروغ گفته بودن؟ در مورد هم کلیپ امشب گفتی کسی جواب نداره. همین علم غیب. کلیپ بود دیگه، کلیپ پخش کردی دیگه الان. بله. و بیننده های قبلی گفتن کسی جواب نداره. آیه انصاری ببینید، شما به من این رو جواب بده که یا ساریت جبل یعنی چی؟ جناب عمر چطوری از مدینه فهمید که تو نهاوند باید بپرن برن بالا کوه؟ شما فقط بگو این روایت درسته یا غلط. روایت درسته و این از کرامات است و این از کرامات اولیاء الله است. احسن. پس از کرامات کسی نگفته که علم غیب است. کسی نگفته که علم غیب است. آقا شما تو مدینه ای، موبایل و تلگرام هم نیست. 1400 سال قبل. شما فکر میکنه علم غیب است؟ شما فکر میکنه علم غیب است؟ شما کرامت اولیاء است. سبحان الله. کرامت. آقا کرامت است. کرامت اولیاء است. کرامت و الهام. شما الان قرار شد ببین آقای باقری شما ببینید این اسلوب تلبیس و خیانت رو شماها از قزوینی یاد گرفتید. الان شما آقای محترم شما با تلبیس و خیانت هست دیگه شوخی نداریم ما با شما که دیگه حداقل سواد داری، میتونی بخونی. همین دروغ تو رو به خدا قسم میدم آقای باقری جلوی میلیون ها انسان نگفت قزوینی که ذهبی اومده گفته که محمد ابن اسماعیل بخاری ضعیف است، ثقه نیست. چرا دارید از یک دروغ دفاع میکنید؟ در کجا گفته؟ ذهبی در کجا گفته؟ الان شما آقای محترم آقای باقری الان ادعای علم غیب کرده قزوینی برای ائمه، برای امام رضا، برای این و آن. میگه که قبل از تولد من امام رضا خبر داره که من چه وقت به زیارتش میرم و ازش چی میخوام. همه اینا رو خبر داره. در حالی که الله این حرف مخالف با آیات صریح قرآن کریم است. خب جواب بدم؟ بفرمایید. بله. این حرف، این فرمایش شما میگیم که مخالف آیات صریح قرآنه. تمام علم غیب ائمه ما به فرموده آقای قزوینی ادامهش هم پخش نکردی. فرمود چی؟ به اذن الله تعالی. خب پخش کردیم. دروغ نگید. پخش کردیم. من دیگه پخش کردیم. الان پخش کنم دوباره پخش کنم همون کلیپ رو. پخش کردیم ادامهشو. دروغ نگید آقای باقری، دروغ نگید. ما پخش کردیم. ادامهش هم پخش کردیم. کامل پخش کردیم. به اذن الله تعالی میگه. همین به اذن الله تعالی شو بیارید که در کجا در قرآن گفته که به اذن الله تعالی اهل بیت غیب میدونن. آفرین پسر خوب. در کجای قرآن میگه به اذن الله عمر از مدینه میتونه؟ بابا جان این اولیاء الله سبحانه و تعالی بودن، کرامت داشتن. مسئله کرامت جداست. یک لحظه. الان گوش کن، از این شاخه به این شاخه نپر. الان یک دلیل از قرآن برای من بیار که علم غیب. عمر علم غیب نداشت. هر کس که ادعا کنه که عمر علم غیب داشت کافر به قرآنه. من اینو صراحتا الان تو برنامه میگم. شما که ادعای علم غیب برای اهل بیت میکنید و قزوینی هم وقتی میاد این حرفو میزنه، دلیلتون از قرآن چیه؟ این ور اون ور نپر، دلیل از قرآن بگو پسر خوب. این ور اون ور نمیپرم، تو حرف من نپر. یک آیه از قرآن بیار که عمر کرامت میتونه داشته باشه از اونجا. عمر کرامت داره. تو دلیل بیار برای علم غیب. من ادعای علم غیب برای عمر نکردم، صحابه هم نکرده، بخاری هم نکرده، مسلم هم نکرده. شما که به دروغ ادعای علم غیب میکنید برای اهل بیت، دلیل از قرآن بیار آقای باقری. دلیل از قرآن برای علم غیب. گوش کن پسر خوب، گوش کن.
آقای باقری پسر خوب گوش کن، علم غیب جداست، کرامت جداست. برای علم غیب یک نفر میگه علم مثلا هندسه داره، علم شیمی داره، علم فیزیک داره، علم فلان داره. شما برای علم غیب اهل بیت دلیل از قرآن بیار پسر خوب. آفرین. الان میارم حال کنی. شما فقط دلیل از قرآن برای من بیار به همون کرامتی که از مدینه میتونه که پای کوه نهاوند رو بگه. بله، السابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه. خداوند از اونها راضی است، اونها از خداوند راضی است. خداوند از کسی که راضی شد بهش کرامت میده. خداوند از کسی که راضی شد بهش کرامت میده. شما دلیل برای علم غیب، واقعا من به حال زار شما باید بخندم. دلیل برای علم غیب ائمتون از قرآن ندارید؟ ای داری از این شاخه به اون شاخه میپری. دلیل برای علم غیب. آقای باقری دلیل از علم غیب، دلیل برای علم غیب اهل بیت. دلیل دارم، فرار نکن. بفرما دلیل. قرآن دلیل. از قرآن دلیل. بسم الله الرحمن الرحیم. السابقون و السابقون اینا جز مهاجرین و انصار بودن، اهل بیت بودن. خدا دلیل برای علم غیب بیار بیچاره بدبخت. دلیل برای علم غیب بیار. السابقون رو بذار کنار. دلیل برای علم غیب. دلیل. ببین من دلیل میگم. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب. رسول الله صلی الله علیه وسلم میگه لا اعلم الغیب. بگو ای محمد من غیب نمیدانم. دلیل دوم قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. پیامبر صلی الله علیه و سلم الله سبحانه و تعالی بهش خطاب میکنه که تو علم غیب نداری، خزائن غیب در نزد من است. دلیل بیار که ائمه اهل بیت علم غیب دارن. همه جای قرآن میگه که تو علم غیب نمیدونی. قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا الله وما يشعرون ایان یبعثون. بگو که علم غیب رو در آسمان ها و زمین کسی نمیدانه مگر الله، و نمیدانن که در کجا برانگیخته میشوند. بیار دلیل برای اهل بیت که علم غیب دارن. در کجا برانگیخته میشوند؟ علم الساعه اون هست. عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضى من الرسول. الله علم غیب را میداند و هیچ کس را از علم غیبش آگاه نمیسازد مگر کسانی از پیامبران که بخواهد. دلیل بیار برای علم غیب اهل بیت. الا همین که خوندی. الا من ارتضى من الرسول. تحریف نکن قرآن رو مثل قزوینی، کامل بخون. الا من ارتضى من الرسول. از پیامبران. پس رسولان دارن. رسولان ندارن. رسولان چون با وحی ارتباط دارن، الله سبحانه و تعالی کسانی رو که بخواد از امور غیبی آگاهشون میکنه، چون با وحی ارتباط دارن. به خاطر همین که شماها چون مغزهای کله گنجشکیتون از قرآن کریم هر طوری که دوست دارید تفسیر میکنید. آقا گوش کن اینجا در پنجه محمد انصاری هستی، نمیتونی مثل شریفی فرار بکنی. ببین بخند با حال زار خودت و شریفی. دوستان عزیز یک کفم براش بزنید. من اینجا تا پایان برنامه تو رو خط نگه میدارم که دلیل علم غیب اهل بیت رو بیاری. آفرین. دلیل. گوش کن دیگه. بفرما. در میزانی یک ثانیه. بفرما. آیه انصاری از قرآن دلیل میآوری که عمر دلیل علم غیب اهل بیت. تو که به علم غیب اهل بیت قبول داری، بیار دلیل از قرآن. دلیل بیار از قرآن. حدیث باطله. شما پس آقای باقری دلیل علم غیب اهل بیت از قرآن. آقای باقری اینجا شریفی درسی رو من بهش دادم تو این شبکه که مثل زنها رفته فرار کرده. 1 سال میشه که من منتظرم که باز دوباره زنگ بزنه دفاع بکنه از دروغ زندیق قزوینی، دروغگو، تلبیس و خیانتی که در مورد محمد ابن اسماعیل بخاری کرده. مرد یک دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت بیار. یک دلیل از قرآن. زندیق شمایی. یک دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت. یک دلیل. کرامت علم غیب یا الهام عمر رو از قرآن به من ثابت کن. گیرت انداختن. آقای محترم دلیل برای علم غیب اهل بیت. دلیل از قرآن. شما اعتقاد دارید که اهل بیت علم غیب دارن. دلیل از قرآن. تو اومده بودی گوش کن،
تو اومده بودی که از دروغ استادت قزوینی دفاع بکنی که اهل بیت علم غیب دارن، الان اینجا گیر کردی داری از این شاخه به اون شاخه میپری. تو اهل بیت پیامبر که میگی علم غیب داره میخوای از دروغ قزوینی دفاع کنی. یک دلیل از قرآن برای من بیار. اگه فرهنگ داشتی اجازه میدادیم حرف بزنم. بسم الله. فقط من الان بیننده ببینن که کی فرهنگ داره، کی فرهنگ داره، کی منطق. دلیل یک لحظه گوش کن اینجا. دلیل یک لحظه گوش کن آقای باقری. اینجا شبکه ولایت نیست که هرچه خزعبلات به خورد مردم بدی. فقط آیه میاری برای علم غیب اهل بیت. یک کلمه این ور اون ور گفتی نشان دهنده اینه که مذهب و دین باطلتون دلیلی برای علم غیب اهل بیت نداره. 1 2 3 بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای انصاری انشالله که در این صحبت چند ثانیه ما آقا مستقیم برو سر اصل موضوع. مستقیم برو سر حرف علیکی نزن. مستقیم سر اصل موضوع. 1 2 3 آیه از قرآن برای علم غیب اهل بیت. 1 2 3 بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. آقای انصاری ازت سوال کردم یک آیه از قرآن. من میذارم رو هولد تا که آدم بشی. آقای باقری آدم شدی؟ الان دلیل از قرآن بیار برای علم غیب اهل بیت. دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت. دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت. این ور اونور نپر. این ور اونور نپر. دین باطلتون نه برای امامتتون دلیل دارید، نه برای اسمتتون دلیل دارید، نه برای اعتقاداتتون، نه برای خمستون، برای هیچیتون دلیل ندارید. این غیبت در گل موندی. برای غیبت یک آیه از قرآن نداری؟ واقعا جای شرمندگی، سرفکندگی با این دین و مذهبی که شما دارید. یک دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت. بسم الله. آقای باقری، بینندگان عزیز منتظرن که شما یک دلیل از قرآن برای علم غیب اهل بیت بیارید. قطع کردی رفتی. واقعا جای شرم و خجالته. من نمیدونم چه احمقی، کدوم بی سوادی تو رو دبیر تعیین کرده که تو فرزندای مردم در مدارس بری در یزد بهشون درس بدی اونجا. خاک تو سر اون وزارت آموزش پرورشی که مثل شماها رو معلم تعیین میکنه در مدارس. تو برای یک علم غیب اهل بیت که جزء اعتقادات مذهبیتونه یک دلیل از قرآن نداری؟ عجب مسخره ای هستید شما. واقعا متاسفم براتون. واقعا اینا مثلا برنامه داشتن تو شبکه ولایت، از یک دروغ قزوینی میخوان دفاع کنن، مثل خر تو گل میمونن اینا. از یک دروغ قزوینی، اون از شریفیش، اینم از باقریش، بقیه‌شون هم مثل همینا هستن.